درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.